بنده پوشید میشد پیری راه، ناگهان او را بدید یک پادشاه. گفت من به یا تو هان ژنده پوش. یا شیخ همین آدمی خاکسار آخی یا لباس جیدن در تنش میگه در راه میرفت گردنکش کج که ای پیشش یک پوچو میگذشت با یک غرور تکبر گفت گوش که دعوا میکنی من بنده خدام، اینا خدا مرا داده، اینا را داده خدا میگم من خوبم یا تو که اینا راست شروع کن، من بهترم یا تو. گفت من به یا تو هان ژنده پوش. پیر گفت ای بیخبر تنزن خموش، گرچه ما را خود ستودن راه نیست، کام که او خود را ستود آگاه نیست. دیگه شیخ هم غضبش کرد، مرد خدا یک غیرت داره آخی، اما غیرت به جوش اومد. گفت بیخبر اگر چنده که همین تعریف خود کردن پنبه خویدن ای پخت خویدن ای در رسم و رسوم ما خود تعریف کنی نیست، لیک چون شد واجبم چون من یکی بهزی چون تو 100,000 بشکی. لیکن جوابی تو در گردنم واجب شید او با یقین بفهم که من اهمیش 100,000 طوری به عقل را مرتبه بلوتر یا بلندتر ای. زان که جان از سیریدی نشناخته است، نفسی سگ از تو خره برساخته است. و برای تو نمیدونی آخی زندگی را نمیدونی، همون نفسی پلیت را خرد کرده، نفسی که سگه را خرد کرده است. وانگهی بر تو نشسته ای امیر، تو به زیر باری او گشتی اسیر. هرچی فرماید تو را ای هیچ کس، خواه و ناخواه آن کنی تنها و بس. تو چی آخی؟ هم یک نفسی سگ ترا خرد کرده، هرچی بفرما گفتش اجرا کردستی. لیک چون من سر دین بشناختم، نفسی سگ را هم خریخت ساختم. اما من همون نفسی پلیدم و نفسی سگ خر کرده گیم. چون خرم شد نفس بیش هستم برو، نفسی سگ بر توست من هستم برو. من همون نفس ترا سواری دارم من نفسم. چون خری من بر تو میگردد سوار، چون من بهتر زی چون تو 100,000. او وقت خری من ترا سوارید میگرد تو چی تعریف کردستی؟ ماشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رجل آتاه الله القرآن فهو یتلوه آناء اللیل و آناء النهار. اول مردی که خدای تعالی براش قرآن داده است، مردی که خدای تعالی براش علم داده است، شبانه روزی قرآن تلاوت میکنه، شبانه روزی مردم از احکام شریعت آگاه میکنه. دویم رجل آتاه الله مالا فهو ینفقه آناء اللیل و آناء النهار. مردی که خدای تعالی مالش داده است، ثروتش داده است و همون مال و ثروتش شبانه روزی در راه خدا صرف کنه. ببینید حضرت میگه اگر هوس میخره فقط هوس یعنی دو توی فرا بخره، دیگه باقی مونده شبش دیکتو هم نخصد که روی هوس خورده ندارم. سبحان الله. بگوی اشاره خوریم و خدا نگهبانش باشه و خداوند همیشه حفظش کنه. خوری محمد ایوب آخی الحمدلله رب العالمین یک شخصیتی که یک عمل مدید خدمت کرده است و شاگردا تربیت کرده است. این محفل کاریا اندر اینجا در همین شب و روز به خدا قسم به وقتی که من حلقه درسی هم رو میبینم دلم گم میزنه. عجب یک خدمت ارزنده برای ما شما کرده است. و به قدر چیز وقتی میرسی که ای دست برو زمان شوه که دیگه قاری حافظ قرآن نیابی که در ماه شریف رمضان ختم قرآن بگذرونه، بعد به قدری قاری ها میرسه که های دره برای چی وقتش در فکر نکرده. حضرت صلی الله علیه وسلم تأکید میکرد اجلال الله اکرام ذی شیبت المسلم و حامل القرآن. احترام کردن ریش سفید مسلمان و احترام کردن حافظ قرآن بزرگ داشتن پروردگاره.
کسی ریش سفید مسلمان احترام میکنه، کسی حافظ قرآن احترام میکنه، خدا را احترام کرده است. الله اکبر. او دیگه از این شرف بزرگتر میشود. و عالمه که مردم دعوت میکنه. از برای خدا اگر همین عالما نباشن، حلال و حرام در پیش مردم نگن، چنان بدعت جامعه را فرا میگیره که یه حساب کار گم بشه. گر نبودی علم عالم پیشرو پیشبر عظمت مادر نمیکردی حضرت. اگر علم عالم نمیشید مردم نصیحت نمیکردن عالما، خدا نگه بداره زمان میشید که دیگه فرزند با مادر خودش میرسد، زمان میشود که دیگه پدر دختر خودش تجاوز میکنه. همه عالما هستن که حقیقت برامون بیان میکنن. جایی که سیر ترانان جوین خشنه نموید، جایی که بیچاره عالما زیاد هستن، میگیم نمیگیم نصیحت میکنن، به قدرشون نمیرسید. سیرم نون دیگه نمیکنه، در چشمشی چی نمیتونه. با قدر عالم وقتی میرسی که دیگه عالم نیفتی، یا کسی نباشه که نصیحت کنه. در یکی از دهه ها در یک جنازه اشتراک کردیم در تاجیکستان خدمت. در مسجد میریم، شماره نمازخانه انگشت شمار، همه یک مسجد پری افتوه و کروشکه و ستیل. و حیران شدیم این چی نباشه. یعنی عادت مردم همین بود است که همین مرده را به چیزی که میشوشتیان او دیگه استفادهش حرام میشیده، او را میبوده در هم مسجد میپرتفتیان. از برای خدا 15-20 نمازخان دارن، 100 تا افتوه تورات خیلی. با خدا قسم دروغ نمیگم، آوا گرفتیان آوردیان موندیان، با همین هوای نمتری هوای زمستان کم کم برف اومده است. آوا گرفتیان موندیان، در تای همون دک 3 قرم موندیان، زمین ترای این قرم آوا میکشه کلوخ همون یک تا شکست یا پراجید نیم بی او ویده گریخ و آوا شاید بیاره یک قرمی دیگه بیاره. در حولی همون رحمتی شاید همون 15-20 تا سیمین بلوک های یک خونه آماده کنه، نمیاره سیمین بلوک در تای دیگ مونه. ممکن است، ممکن است. کی را معن کرده ایرا بی؟ ممکن است. باید در تای دیگ قرم باشه. در خونه همون رحمتی ترمکس هست های پری او اوی تایور هست های بگیره بشو. نه ممکن است. او را باید هم تپکلو قطعه گرم میکرده. اینا اوخیا بوده مینا باشه نصیحت کنه از برای خدای مردم به حد دیگه جوهیل میشن که حساب کار گم میشن. در همون هوای هری وزبین یک کس برماده است توار داده استش یا درختی بیت بد نمیدونم چی بد نوده زده است. چیکار میکنه؟ گفتن توبود میکنه، توبود درست میکنه. ای او شما توبود نداره؟ خدا میزیده باید توبودش تیار باشه، مردشوش تیار باشه. در همین طریق هوا درخت و درخت او یاتش ایزو کشیده است اشکر کنه یکو ای سبوکای برای اون میکنه. توبوتو وزبین میشوند، توبوتی کلوره که اون میکنن پیشکی درست میکنن. مویش سودارم خیلی ملو مردم بیچاره طریقه پورا ایجو میفهمم. عقل مم نگرفته است که آخی در اون برف و بارون ای کجا چوی قاقای که سبوک باشه. او خونه سوخته او کنده بوری وزبینه. انا با حکمت چه مفهمیده و خیال کرده که ما اشکافای مرده نمیریم، قبرستون میریم جورم مرده را برای توبود میفرورن، یا تشتوار را میگیره و سر میکنه میده کنی را. شما میکنی؟ باید اون کسی دیگه را میگه کفوش نکشه نیورا. این همی توبوتی دویمی نکرده شده نمیده. ببینه که بدعت خیلی جامعه را فرا گرفته است. یک کسی نباشد تعلیم نتا با خدا قسم مردم را میکنه گمراه میشود. حضرت صلی الله علیه و سلم در حدیث گهرباره که حضرت ابودردا از پیامبر روایت کرده است تاکید میکنه: من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا من طرق الجنه. شخصی که یک راهی را به خاطر تحصیل علم انتخاب میکنه، برای هم یک گپی حق شنیدن، خداوند میگه برای او بنده راه از راههای جنت آماده میکنه که همو پیرها اخیر میبرش در جنت میرسونش.
شخص به همین مجلس به خاطر آن اومد که یک گفی حق بشنوم، یک سوال شرعی را بتونم جواب شو بگیرم، با به یقین بدونه که اگر کارش به خاطر خدا باشد انشالله در پیرهی جنت رفته است. این سخن یگان ملا نیست، سخن پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم. حضرت گفت این الملائکه لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم. ملائکه هایی که خدای تعالی از نور خلق شو کرده است، این ملائکه ها پر دارن، هممون میدونید از 2 تا 600 پر دارن ملائکه ها. اما پرای نازنینشون که ای نور خداوند خلق کرده است در زیر قدم طالب علم میگم تپه میکنن. این قاری بچه ها را بعضا هم کردیم ناپسندی میکنیم، نوبتشون هم میتیم، حتی بعضا میشود درشتی میکنیم. از برای خدا ملائکه های الله در زیر قدم یعنی قاری بچه قناتاش تنک میکنن. این قدر منزله داره در پیش خدا و در پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم. الله اکبر. این العالم لا یستغفر له من فی السماوات والارض والحیطان فی جوف الماء. به شک شبهه گفت عالم حقیقی را کسی را که مردم از حلال و حرام آگاه میکند، مخلوقات 7 آسمان و 7 زمین، حتی ماهی ها در قعر بحر دایم در حقش دعا میکنند و صلوات میفرستند. سبحان الله. با مسجد در بشد آن عالم راه، ستادن در نماز با مسجد در بخفت آن عالم راه، ستادن در نماز یک جاهل آنگاه. در یک مسجد یک عالم در آمده است، بعد ادای فریضه خدا در یک گوشه که مسجد خوبه، یک جاهل اونجا ایستاده نماز نفل خونده است. کسی ابلیس را دید ایستاده، بدو گفتا چه کار است تو افتاده؟ یک شخص این شیطانی مغرور اومده است در دهنی در مسجد ایستاده است. یک کس سوالش کرد که چی در دهنی در قیزه کرده؟ یا بدرو یا ببرو. لعین گفتا هم خواهم هم اکنون که جاهل را برم از راه بیرون. گو من شیطانم آمدم که نمی آدم که نماز خونده ایسته همین را نماز دور کنم، ولیکن زان ندارم طاقت تاب که می ترسم از این دانایی در خواب. اما جرأتی در اومدن ندارم برای که از همین عالم خواب می ترسم. عالم خواب گر این دانا نبودی پای بستم، چمو می بود این جاهل به دستم. به خدا قسم گفت اگر همین دانا نمی ترسیدم این نادان جاهل در دستی من رنگ پلاستیلین بود، چخیلی در کار بود لیپیتش میکرد. فیروز این صوفی در حیل مانده ولی در حلم خود به علم مانده. حضرت شیخ عطار که خودش پیری طریقت های، یک صوفی به حق های، یک عارفی هسته که صاحب کرامات های. افسوس و صد افسوس یعنی صوفی های میگه که از علم دور هستن حقیقت در نمی آورن. چه خس بر روی دریا در توافی، غواصی چه ندانی چند لافی. مثل ایو میگه مثل اونمو که را میمونه که در بالای او میگردن و تعریف میکنه که ما بالای او میرم غرق نمیشم. او تو خانوبت خلقوت زده نتونی چی تعریف بکنی؟ تو آوازی کرده نتونی موج که جای بخواهش برده است. همه دور و گوهر در زیر دریا وقتی تو غوطه زده نتونی او دور و مروری در ای قاری دریا نگیری تو چی مهمه میکنی؟ او دور و مروری در داخل قرآن هم، او دور و مروری در داخل احادیث پیغمبر، در آثار صحابه های پیغمبر. او تو سواد نداری چی مهمه کرده است؟ شترمرغی که وقتی کار کردن چه مرغی و چه اشتر وقتی خوردن. حضرت میگه مسئله یا مسئله شترمرغ میمونه، کارش بفرمی میگه سعی کنه که از علم گپ زنه، کوشش کنه که همون راهی طریقتون با علم ثابت ساخته باشه. چه علمت هست با علمت عمل کن، پس از علم و عمل اسرار حل کن. حضرت در دوام حدیث گفت و این فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم او کفضل القمر لیلة البدر علی سائر الکواکب. فضیلت عالم نسبت فضیلت عابد
مثل فضیلت من است نسبت کمترین شما. حضرت آخی شاه جهان است، حضرت شریفترین مخلوق پروردگار است. ولی من نزد ما احناف الحمدلله پیروای مذهب امام اعظم ابو حنیفه مقدسترین مکان در روی زمین و در کائنات میدونه کجا است؟ اینا کی میگه؟ مقدسترین مکان در کائنات الله کجا است؟ روضه شریفه پیامبر صلی الله علیه و سلم. مکان او همون مکان از کعبه بالا است، از عرش و کرسی بالا است. چرا؟ برای که شریفترین آفریده پروردگار محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در اونجا پهلو زده خوب است. حضرت میگه که فضیلت عالم نسبت عابد مثل یعنی فضیلت من نسبت کمترین شما. الله اکبر. و این العلماء ورثة الانبیاء، این عالم و وارثای پیغمبر هستند. و این الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ورثوا العلم. عالم اصلا پیغمبر ای خودش دنیا نمیمونه، درهم و دینار نمیمونه. میراث پیغمبر علم است. فمن اخذه فقد اخذ بحظ وافر. کسی که گرفت علم پیغمبر، خدای تعالی یک نصیبه بزرگی را از میراث رسول الله صلی الله علیه و سلم براش هدیه کرده است. الحال بابای دوملو سوال کردن اکی اینو میدونم به خاطر اینه میفهموندن همین قوم که همین حکمی در همین جوربک محض کشیدن چیه؟ حکمی در جوربک محض کشیدن چیه؟ بشینه باشید بشینه این بچه های پیدا شدگی هم که مردم در گمراهی دخته و میگن در بالای نسکی محض کش خوردن بودیم. ما بعضی بهانه های هستیم، ما در بازار کار میکنیم، هوا سرد خنک هست، فرون بسمدان هست، پامون اگر بشویم کسل میشیم. خب انشالله در اطرافی گرد برای علم رفت در اطرافی همین موضوع یا صحبتک میکنیم و قسم دیم حدیث نکنیم. محض کشیدن در بالای جورب تنک در 4 مذهب اهل سنت و جماعت درست نیست باشد. همین در مسئله محض دو قولی اتفاقی هست. یکمش درست بدن محض در بالای جوربی که ای چرم هست، یعنی در بالای محضی. همین 4 مذهب اتفاق دارن که اگر به شرط محضی باشه، همین محضی خودش جورب هست، همون جوربی که میگن اساسا همین محضی هست. از بس که در بالاش محض کشیدن درست هست، اوستا دیگه مردم مسیحی گفتن ما سبکترش کردیم خیره پیش ایسه بگیم محضی. اونجا همین هست. یعنی که اول قول اتفاقی درست بدن محض در بالای محضی. دویم قول اتفاقی درست نبودن محض در بالای جورب تنک. همین اتفاقی هست. در مذهب امام مالک و امام شافعی اگر به شرطی که همون جورب مجلد نباشه، ای چرم نباشه، منعل نباشه، پداش و نداشته باشه، در بالای اون محض درست نمیشه. ما و حنبلی ها اندک سبکتر گرفته ایم. میگیم که اگر به شرطی که همون جورب غوص باشه، بگذار ای چرم هم نباشه. اینا مثلا جوربای پشمی که دستباف هستند، مثل اینا جوربای پامیری، او زیلوش زیچه غوصه بیبند در ساق میسته، امکان ره گشتن داره، تیزتر نمیشوه، در بالای همون محض کشیدن درست است. اوخی خونابا در بازار کار کرده میتونی، همین یک جوربه که اقلا پامیری افته و پوشیده نمیتونی. جورب پامیری گفته استم برای چی؟ برای که اینای بیلاینو ده نمیشوه. و یا خیل جوربک های رنگ هموز نه که بیلاین برواردگیان فابریکوز که او ده نمیشوه، او زیلشتنه که او ده نمیشوه. در بازار کار کرده میتونی، یا محسی خریده و پوشیده نمیتونی. 100 نمود محسی هسته که بخدا قسم اگر توفلی تایر از بیر کلون بگیری پوشیده و گشته میشوه. چرا خودمون فریب میکنی؟ برای چی عالما گفتن که درست نیست؟ ولی غیر مقلدا دعوا میکنن گروه نزاعیه که ما حدیث داریم از مغیره ابن شعبه
در جامع سنن ترمذی ان نبی صلی الله علیه و سلم مسح علی جوربیه و نعلیه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در بالای جوراباش و در بالای توفلیاش محض کشید. بله ترمذی روایتش کرده است، اما 6 حدیثی که هر کدامش به تنهایی از ترمذی خیلی بالاتر هستند حدیث منکر گفته گیرد. این سشت یکی بدبختانه میگن. یکی اون شخصایی که میگه این حدیث منکره، استاد امام بخاری علی ابن مدینی است که خو این باشه خوکی پوشه ترمذی بالا بود. ترمذی شاگرد چه؟ دوم عبدالرحمن ابن مهدی، یکی از مؤسسای علم جرح و تعدیل در مصطلح الحدیث. سوم امام احمد ابن حنبل، امام اهل سنت و الجماعه. چهارم امام مسلم، این همین امام مسلمه که صحیحش در برابر صحیح بخاری صحیح ترین کتاب های دنیا حساب میخورن بعد قرآن عظیم شان. حضرت امام مسلم حتی گفت که لا نترک ظاهر القرآن بمثل قول فلان و فلان. ما ظاهر قرآن که شستن پا است با گفته این شخص، و دو شخص یکیش عبدالرحمن ابن سروان، یکیش حزین ابن شرحبیل. بعد این دو شخص با شرط بخاری هم ضعیفه، با شرط مسلم هم ضعیفه. برای ما حضرت های روایت نگریدن. ما ظاهر قرآن با قول این دو نفر که نزد ما قوت ندارن، ثقه نیستن، صدوق نیستن ترک نمیکنیم. برای همین میگم که حتی کسایی که همون جوره با قبول کردن، برای چی قبول میکنن؟ امام ترمذی تحسینش کرده است، میگه حدیث حسن و صحیحه. نه که همین بیچاره ترمذی با خودش میگه که وقتی حدیث هم میاره قال العلماء جاز المسح علی الجوربین اذا کانا ثقیلین. ایشون هم میگن اینا در جامع سنن امام ترمذی در تای حدیث اومده گیره. امام ترمذی ابو عیسی میگه که عالمان میگن که محض در بالای جورب فقط در صورت درست میشود که همون جورب غوص باشه، سخیم باشه، در جورب تنک درست نیست. در دوره ترمذی ایتری ترکتاش نینسکی ها نبوده. برای چی بیچاره این گپا گفته است؟ یکم به عقل نبوده در بالای پایتوها محض نکشه گفته. پیش پایتوها بوده اینجا بودی در نسکی، احتیاج به این نسکی ها نبود. بعد با بعضی بچه ما رو فهم میکنن، میگن در جامع سنن ترمذی اومده است که امام اعظم ابو حنیفه پیش مردنش در بالای نسکیوش محض کشید. حقیقتا در بعضی از متنهای جامع سنن ترمذی بر روایت از ابو مطیع بلخی، ابو مقاتل سمرقندی آورده است که ابو مطیع میگه که این شاگرد امام اعظم است. میگه حضرت یک چند روز پیش مردنش دیدم، گفت که امروز من کاری کردم که در حیاتم کردگی نبودم. در بالای جوربا محض کشیدم در صورتی که مجلد نبودن، منعل نبودن. معنای گپی حضرت چیه؟ در ابتدا امام اعظم ابو حنیفه تا همون چند روز پیش مردنش قولش مثل قول امام مالک امام شافعی بود که فقط در بالای محض درسته، در بالای جوربی که ای چرم باشه. اما یک چند روز پیش مردنش با قول امامین رجوع کرد، با قول شاگرداش امام ابو یوسف امام محمد. حتی در شرح ها اومده است، بدردین عینی میگه که در پای حضرت امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله جوربای نمدی بدیان، جوربی ترکی میگن نمدی، ای نمد ایو در بالای همون جوربی نمدی کشیده است. مثلا از برای خدا بعد دانستن همین دلیلو هسته مسلمانه که با بغیرتی کرد در بالای نسکیتن محض کشد و این سخن شریعت برادرای عزیز. همین ما 4 مذهب برحق میدونه، مذاهب اهل سنت و جماعه را باز تاکید میکنم این فقط قول مذهب ما نیست. در 4 مذهب اهل سنت و جماعت محض کشیدن در بالای نسکی درست نیست. سبحان الله، مسخره بازی را ببینید. برای همین اگر یکون عالم دیده یا پی خدا و پیغمبر را میگه حواس بخری، اگر یکون خوری را دیده حواس بخری. ای کاش که بچه ها که مرا را میتشود، ای کاش که خانواده ما همین خیلی یک عالم پیدا شود.
طایفه دیمه که حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است که حواس بخره و کوشش کنه که با او تقلید کنه. رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء اللیل و آناء النهار. مردی که خدای تعالی مالش داده است، مال حلال، در راه خدا صرفش میکنه. این مرد پیش خدا و پیش پیغمبر محبوب است. حضرت صلی الله علیه و سلم میگفت السخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس، بعید من النار. آدم سخاوتمند خدا دوست می‌دارد، به رحمت خدا نزدیک است، به جنت خدا نزدیک است. مردم هم دوست می‌دارندش و از آتش جهنم دور است. والبخیل بعید من الله، بعید من الجنه، بعید من الناس، قریب من النار. در صورتی که شخصی بخیل از رحمت خدا دور است، از جنت خدا دور است، مردم هم بخیل از شوم میبینن، اما خیشتواری خود شومش میبینن. بخیلای هسته که هم بچهش میگه خدا تستر بکشش، همین مال دادسی همین حیف شیده و با آتش جهنم نزدیک است. و حضرت عجیبی از سخن میگو، میگه والجاهل السخی احب الی الله من عابد بخیل. همین جاهل اگر سخاوتمند باشه، خداوند همون رو عابد بخیل زیادتر دوست می‌داره.